وقتی میگن یاماها استاد تکنولوژی، دقیقا منظورشون اینه. تریسر 9 جی تی پلاس. بیا تا بهت بگم چرا این موتور سلطان تکنولوژیه. قلب تپنده این موتور یه انجین 3 سیلندر 890 سی سی با 120 اسب بخار قدرت و 93 نیوتن متر گشت آور که جاده ها رو قورت میده. این موتور از یه گیربکس 6 دنده برقی استفاده میکنه. این اولین موتوریه که از رادار استفاده میکنه و کروز کنترل تطبیقی داره که خود سرعت رو با توجه به ترافیک و فاصلت با ماشین جلویی حفظ میکنه. ترمزای این موتور هوشمندن و فشار رو بین ترمز جلو و عقب تقسیم میکنن. حتی توی پیچ هم این موتور از دست در نمیره. یه قابلیت خفن این موتور که خودم عاشقش شدم، چراغای هوشمندش که از تکنولوژی ماتریکس LED استفاده میکنه. حالا یعنی چی؟ وقتی ماشین از روبرو میاد، نورش جوری تنظیم میشه که کسی رو کور نکنه و وقتی توی پیش حرکت میکنید، چراغا همراه موتور حرکت میکنن و شما هیچ جزئیاتی رو تو شب از دست نمیدی و این بهترین آپشن واسه موتور سوارای اهل سفره. یه آپشن جذاب دیگه هم داره به اسم اوتو هولد که وقتی تو سربالایی یا سرپایینی واسطادی، موتور خودش سر جاش میمونه و عقب جلو نمیره. تریسر 9 جی تی پلاس فقط یه موتور اسپورت تورینگ نیست و یه غول تکنولوژیه. اگه از این سبک ویدیوها خوشت میاد، منو دنبال کنه، این پستم بفرست واسه اون رفیقت که عشق موتوره. به نظر شما این همه تکنولوژی برای یه موتور اسپورت تورینگ لازمه یا زیادیه؟ تو کامنت ها بنویس.